سلام دوستای گلم، وقتتون بخیر. امروز من میخوام طرز دقیقه رولت خوشمزه سنتی رو باهاتون شریک بسازم. موادی که ما لازم داریم 95 گرم آرد، 4 تا تخم مرغ. بهتره که تخم مرغ خنک باشن به خاطر اینکه سفیده و زردش راحت از هم دیگه جدا میشن. بعد 90 گرم شکر، 2 قاشق چای خوری عسل، 1 قاشق چای خوری وانیل با 1 قاشق چای خوری هم بیکینگ پودر. تو مرحله اول ما میایم زرده و سفیدش رو از هم دیگه جدا میکنیم. من الان سفیده و زرده رو از هم دیگه جدا کردم. الان سفیده رو با دور سریع همزن هم میزنم تا یه ذره پف بگیره. وقتی پف گرفت نصف شکر رو بهش اضافه میکنم، بقیه دیگه شکر رو نصف دیگه شکر رو هم میذارم واسه ذره. دوستای گلم، سفیدمون وقتی به این غلظت که رسید من نصف شکر رو اضافه میکنم. الان ما سفیدمون تموم شده. سفیده باید اونقدری هم بزنید که دقیقا به این شکل در بیاد که وقتی خم کنید نریزه، تا این حد مثلا سفت بشه. و الان من بقیه شکری که مونده بود و با زرده و همون 2 قاشق عسل و 1 قاشق وانیل قاطی کردم و اینم هم میزنم. و یادمون نره که تو وسط کار حتما دورگیری کنیم. دورگیری خیلی مهمه. دلم تو این مرحله میایم زرده رو با سفیده قاطی میکنیم و یادتون باشه خیلی آروم هم بزنید که پف سفیده نخوابه. بعد از اینکه با هم دیگه آرد و بیکینگ پودرمون رو قاطی کردیم، در 2 مرحله به موادمون، به تخم مرغامون اضافه میکنیم. خب عزیزای دلم، من الان مواد قاطی کردم و الان اونو انتقال میدم به یه ظرف 30×40. بعد از اینکه سرش رو صاف کردیم اونو داخل فر میذاریم. فرای گازی درجه حرارتش روی 220 باشه، فرای برقی هم درجه حرارتش روی 200 باشه و یادتون باشه همیشه نیم ساعت از قبل فرتون رو روشن کنید و واسه 8 دقیقه یا 10 دقیقه. خب عزیزای دلم، من الان رولتمو از فر در آوردم. به محض اینکه در میارید یه پارچه روش میندازید و اونو برمیگردونید و میذارید واسه 5 دقیقه 10 دقیقه خنک بشه. که خنک شد رولتمون، کاغذ روش رو برمیداریم و با چاقو 4 طرفش رو برش میزنیم. الان من 4 طرفش رو برش زدم و الان اونو به این شکل جمعش میکنیم. تا اینکه رولتمون خنک میشه ما خامه‌مون رو آماده میکنیم. دوستایی که تو آلمان هستن من از این خامه استفاده میکنم، تو همه فروشگاه هم هستش. و 1 قاشق یا 2 قاشق پودر شکر، 2 تا از این پاکون وانیل از اینا و یه دونه پاکون بالی. رولتمو از یخچال در آوردم و بازش میکنیم. بعد نیم ساعت بازش که کردیم دیگه الان نوبت خامه کشیه. بعد از اینکه خامه کشیمون تموم شد حالا دوباره رولتمون رو جمع میکنیم آروم آروم. زایی دلم، اینم نتیجه نهایی کار ما، رولت خامه‌ایمون. امیدوارم شما هم پیش عزیزاتون درستش کنید و لذت ببرید.